تنظیم خودروی 206 با انجین تیو 5 که ازش درز 421 فولادی انجینات استفاده کردیم داخلش. منیفولد هورنت شهریه، پیستوناش هورنته و میل 743. همینطوری که میبینید ECU این ماشین 745 که خیلی ها میگن تنظیم نمیشه ولی خیلی خوب تنظیم میشه و خیلی هم توان خوبی به ما میده. ماشین بیس مپ داشت که با بیس مپ توانی که تولید کرده بود 137 تا با 150 تا گشتاور بود که بعد از تنظیم نهایی به عدد 152 تا با 166 تا گشتاور رسیدیم که این ماشین گراف خیلی خوب گشتاور داره، یعنی تقریبا از دور 2500 بالای 120 تاست گشتاورش و از دور 4500 به بعد بالای 140 تا گشتاور داره که به خاطر ستاپ ما و حالا لوازمش از اینجاها تقریبا دیگه یه راه رفتن خیلی خیلی خوب رو آسفالت داره که نهایت گشتاورش هم تو این نقطه تقریبا به 165 تا میرسه که قبلش تو اینجا 150 تا بوده با 129 هست که اینجا الان 143 هست با 165 تا گشتاور. تقریبا ماشین از اینجاها دیگه از 4500 بالای 140 تا گشتاوره و گشتاور خودش رو تا 7500 نگه میداره که یه بازه خیلی خوب و تمیز از توان ما تقریبا از دور 6000 تا 7500 داریم که راه رفتن خیلی خوبی رو به ما ارائه میده تو این دور موتور. و این هم از گراف نهایی سوخت این ماشین هم از دور 2500 تا 7500 تنظیمه و یه گراف خیلی خوب و مرتب داره. تقریبا شما هستین در TRT تهران.